بسم الله الرحمن الرحیم. بارزترین علامت انسان دروغگو چیست؟ اگر بخواهیم پاسخ این پرسش را بدانیم، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام مسلم به روایت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند برای من کافی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: کفى بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای دروغگو بودن انسان و برای اینکه انسان بارزترین علامت دروغگو در او باشد، همین کافی است که هر چیزی را که میشنود بدون تحقیق برای دیگران بازگو بکند. هر چیزی را که ما میشنویم از دیگران مسئولیت داریم در مورد آن تحقیق بکنیم، پرس‌وپال بکنیم، بعد از او اگر خواستیم برای دیگران بگوییم.